انتظاری که از همه بچه‌ها میره اینه که بازی کنن، تحرک داشته باشن. اصلا یه بچه سالم مدلش باید همینجوری باشه. اما در نتیجه این جنب و جوش ها پوست بدن کودک عرق میکنه و کثیف میشه و احتیاج به شستشو داره. اما با چه شامپو بدنی، چه برندی، ترکیبات این شامپو بدن کودک چه جوری باشه تا پوست بدن بچه رو نوازش کنه، نه اینکه بهش شوک بده. پس با من همراه باش تا بهت بگم که کدوم برنده که ترکیبات شامپو بدن کودکش واقعاً بچه دوسته. سلام، من سوها هستم، بیوتی تراپیست، و توی این ویدیو میخوام در رابطه با شامپو بدن کودک از برند MND صحبت کنم. این محصول فاقد پارابن و صابون و سولفات فرموله شده، مختص بچه ها طراحی و تولید شده تا فقط یک شویندگی ملایم داشته باشه. چربی پوست بدن بچه ها اکثرا متعادله و هیچ وقت به اندازه ماها چرب نمیشه. حالا اگر شما بیای با شوینده های قوی مثل صابون یا شامپو بدنهایی که ترکیبات سولفات دارن پوست بدن کودکت رو شستشو بدی، به مرور اون چربی های طبیعی رو از سطح پوستش میگیری و این باعث خشکی پوست میشه. میدونید دیگه عواقب خشکی پوست هم قرمزی و التهاب، سوزش و خارش های پوستیه. پس بهترین گزینه برای بچه ها استفاده از شامپو بدن هاییه که فاقد صابون و ترکیبات سولفاته باشن و با ملایمت فقط آلودگی ها رو از سطح پوست بچه جدا کنن و به لایه چربی های طبیعی پوست آسیب نرسونن. خدا رو شکر شامپو بدن کودک MND تمام ترکیباتی که تا الان بهت گفتم و داره. علاوه بر اینها گلیسرین داره، عصاره آلوئه ورا داره، دکسپانتنول داره تا رطوبت پوست بدن بچه رو تامین کنه و پوست بچه ها همیشه نرم و لطیف بمونه. این شامپو بدن عصاره برمون داره که هم آنتی اکسیدانه و هم آنتی باکتریاله. چون پوست بدن بچه ها نازک و آسیب پذیره، عصاره چای سبز توی این شامپو بدن اضافه شده به خاطر اینکه ملایم، آرامش بخش، ضد التهابه و میتونه از پوست بدن بچه ها محافظت کنه. این شامپو بدن توکوفریل استات داره که شکل پایدار ویتامین ایه، بنابراین میتونه به حفظ رطوبت و نرمی پوست بدن بچه ها کمک کنه. خواص ترمیمی داره، از پوست بدن بچه ها محافظت میکنه و در کل هممون میدونیم ویتامین ای تأثیر بسزایی روی سلامت پوست داره. آلودگی های محیطی رو هم نمیشه نادیده گرفت. به همین خاطر یه سری ترکیبات گیاهی آنتی پولوشن هم به این شامپو بدن اضافه شده تا از پوست بدن بچه ها مراقبت کنه در برابر فلزات سنگین یا گرد و غبار موجود تو هوا. پس با این اوصاف با خیال راحت میتونی از این شامپو بدن برای کوچولوت استفاده کنی. اگر اطلاعات این ویدیو مفید و آموزنده بود لطفاً لایک کن، سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا در جریان ویدیوهای بعدی قرار بگیری. چنانچه نیاز به مشاوره بیشتر داشتی از طریق لینک فرم مشاوره اقدام کن. خوشحال میشم کمکی ازم بر بیاد و مطابق همیشه پیشنهاد من اینه که زیبا و زیبا اندیش باشی. خدا نگهدارت.